دلشاد جان بچه دلشاد جان گفتم که بچه ها نمیش در روسیه نمی خدمت میرفت که الکی خدمت رفت برادر تو پلنگ دروغ نگو بس باور نمیکنی پرس اسفندیار پرس یران دروغ مگه اکا جان همه اکی تو پلان راست میگه یگان بچه نیست همه رفت مسکو یگان همو بچه نیست کارتم همه هر دادم خیلی گفته بوده که یگان بچه نزای نه که ای همه کوچه شما ما 5 نفر خدمت برده بودم کو آدم میخه ایخه بی مدنیت نمیشه برادر بی مدنیت نمیشه فهموندن در کار اینا گوش کن مرا اینا بچه که رفته سکونم سگره که خونه درآمد ایدم همین ما یک هفته شد میدوام منم هر سحر 5 کیلومتر میدوام ما دمدمش میدونه که خپیده نتونستم همین ای محله شما بوده که برادر او زیرا چخله با میگه نیست همه در روسیه همین جدان کو فهموندن در کار برادر او میگه نیست میگی نیست بس بچه برادر خواب یادم خواب تمام خواب وقتی که ما که گاو زدم که خواب میگنی با میگی که همه بچه در روسیه و این هست خواب تمام که فهموندم تا گفتم تا که اکا یکم کس خواب همه آدم که پدر که گاو زد پسر خواب میکنه برادر چش خواب تمام فهموندم تا یکم کس هست یکم جوان مرد گفته همه خدمت دار کی در خدمت من بدای کو گفته همه در روسیه اند اونجا باید برای خدمت چکن آخه برادر خواب تمام فهموندم تا میخوام اکی تو پلان فهمونه بچه 5 کیلومتر هر ساعت دمدم همین میدوم اکا 5 کیلومتر میره یک هفته شید اکا یک هفته شید همین را نگاه دارم 5 بداده این بچه نیست دخترای چه دخترای؟ چیگه پای؟ تینجیه؟ ما گفتم که این دخترای دخترای ها؟ چیگه پای؟ تینجی ها پاجون تینجی یا چرا مسئله داریم اکی تو پلنگ ایره میگم فیگوراش موجوسکای بوده یا چهرش کم جنسکای نه که مانی جون این روز نه که سایر گشتی زور کردیم عجایی بود ساختی بود هوا رو بی میگم سادی همین دیدم اینجا چقدری بد باشه داری همین دریو همین چخره که او جام میشه اگر چخر نباشه او جام نمیشه منم خیلی آوارم میبینم کو دلم وهم میاره آبازی کردن نمیتونم میترسم نه ترس مانی جون تو باید با آبازی رو بتونی یاد بگیری دمایدکی میتونستم خوزی نمیتونم دیدی مرد که نیوکو موی خبی دسای انا که نیوکو منجا ما همین ده حیرون یا شخص نیگو که درنی او یا شخص دیگهش نیوکو در جای به او پارتوف دیگه این چی مانی داشته باشه برای چی خیلی باشه بیا بریم یا پرسیم شا رفتم رفتم السلام علیکم السلام علیکم ها چی تو گپا نمیفهمی موهیه میترسونی آخری ها گفتم یا چی پرسیم اکا پرس چی گپا ما همین درگی شما را اهمیت دادیم حیران شدیم چی نه راستیگم همین درگی نگو کردم یا شستم در درنی او یا تیدیگاش درنی او بیرون در جایی به او خوشکی در پرتفتگی این چی معنی داشته باشه فهمیدم میخوایی میره میخوام که بفهمیم هم منیجا یا 100 سومته میگم 100 سومون برای چی خودتون فهمیدم میخوایی امیرا که برای چی در خشکی ای برای چی در او میفهمی هوا کا مرا 100 سو ای سادی ای بیس چیکومه کی نیرا فهمیده پولی که دایمت در خونه اگم چی میخریم خیرفته نه مونت خونه رو منیجا ای بی یگون ای چی معنی داشت باشه مامتون چی شما یا منجا این مونت مردک سیره فهمد آخه دنیا با فهمیش میگن اینه ما اکا جون اینه 100 سومون حق کنی بله انا نامی تو چیه؟ سعدی جان گوش بکن جوری جانی مام که باشی اینا یک شخص در ساحل خشکی ده نگاه کن او انا ایستاده انا ایش در داخل اوه اکنون تو باید که فهمی که برای چی باید در خشکی ای بله خب گوش کن این همی شخصی که در دریا پرتفتگیم اوه ایستادگی ای 2 روز میشد که یک دانه هم ماهی نگرفتیم فهمیدی؟ اینا خدا خیرت یاد دیده همین خشکی در پرتفتگی حاضی الله که حاضی من تو میگم از آنی تو قطعی 600 سامان آورده گه مده
دیگه سازی تقوی سلامتی ها نازه خونه تینجه دیگه خب خواهی گفتی که میرم خونه ینگه اوقات سراسیمه تیار کردگی میخرم میرم اوخی مرد مایزه تاکه اوقات شما دیگه نمیپزم میشه اکه دوره جون میگه پس از وفات تربت ما در زمین مجو در سینه های مردمی عریف مزاری ماست سلامت برای همه در زنده بودن اومدن در کار دوست و خبر گرفتن در کار خیلی کم ترک صبر کردن گوه کاری زنکی ده همین شعر 5 بار شید خونده سی اکا 5-6 بار شید خود نیاوردی و خاکا آخی صبر میگه که صبر قلسن غوردن حلوا پیشر ایران گفتی اکا گفتم ایران گفتی صبر کنی از غوره حولا میپرزم گفتی ای ساعت 8 اکا همین گپا رو گفته سی ایجه که توقت توق شده توقت شید شید سلامت میگه باشه. دوست چیکار میگه دوست هم باشد که گیرد دستی دوست خاکی راحت سرما با چشمانو می تو توانی دوستان رو گم مکن رسمی خوبی تاجیکان رو تا بناروز دیگر ما را رسان این کمتر دروغو های لباش خیلی گفتی فریبگره دوغ بیارم بگو فریادی مرا فریادی مرا ای دوستی جان کی میرسن اوقات شما شعر خونده سیم با ما گفتم دوغ بیار میگی نه ما تو قریب فهمیدم و نمیگی که باید کمتر میف ولی رفت لیاک اوقات نمی شکو کده باشن اوقات نمیواره باشن ما یا خواریم کوچکه پایم ها با چی میگی؟ آخی چی میگی اوقات تیور کردی بزاری همین اوقات کنی شیدم باور میکنی؟ بزار این روز مهمون پگه مهمون 10 تا مهمون 5 تا مهمون همین مهمون های تو دیگه جا ندارم بروم فقط خونی ما میایم یا جای دیگه بگی برشونم حاضی همین مهمونا برون کو با من خطی تگر میزنم فهمیدی؟ فریادی من شیسته شبا چو کلی اکا چی کلی؟ رحمت گشت خیلی حالی تر میشه حالی ایشالا اکا یا چیر نفهمیدم چی نه؟ ای همی جا نگاه کدم همی ینگه طرفی خودت همی خیلی داشت خودت باشی خیلی داشتی میگم تینجی باشم فای ینگت میگه که 10 نمود اوقات ای کدومیش بکشم ما گفتم که یک تا بکش زنک جان